در این ویدیو یاد میگیری چرا 90% تریدر همیشه شکست میخورن. آیا مشکل در تحلیلشان وجود داره و یا در ذهنیت و رفتار یک تریدر؟ و این کدام عوامل باعث میشه تا اینا همیشه ضرر بکنن؟ ویدیو را حتما تا اخیر نگاه بکن. در اخیر هم چند نکته مهم را بیان میکنم. سلام و درود خدمت دوستان، امید که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به این ویدیو. و امروز در مورد اشتباهات اکثریت تریدرها صحبت میکنیم. تریدرهایی که همیشه ضرر میکنن. خب اینا چه اشتباهات را مرتکب میشن تا ای که همیشه باعث میشه ضرر بکنن؟ یکی از اشتباهاتی که بین تریدرها مروج است کندل سیکا است. کندل پینگ بار، کندل اینگل که بر اساس کندل سیکا وارد پوزیشن میشن. و این رو باید بفهمین که بازار بر اساس نقدینگی و لیکویدیتی حرکت میکنه، نه بر اساس کندل سیکا. خب اونا چی کار میکنن اینجا؟ مثلا ما یک روند سعودی داریم، چند کندل مخالف روند را که دیدن وارد پوزیشن میشه. مثلا این کندل میگن این کندل انگولف است، کندل قبلی خود را پوشاند، یک کندل سرخدگام در بالا زده. و اونا چی کار میکنن؟ بعد از دیدن این کندل انگولف وارد پوزیشن شورت میشن و صاحب خود را بالای زیهای قرار میتن به این ذهنیت که دیگه قیمت میایه تا این ناحیه. و ببینین که بازار برعکس ذهنیتشان عمل کرد، برعکس تحلیلشان استاپایشان را زد. و این یکی از اشتباهاتی که بین تریدرها مروج است. و اشتباه دوم که بین تریدرها وجود داره شکست های فیک. با شکست های فیک ورود میزنن. مثلا اینجا میگن یک ناحیه مقاومتی از هرگاه قیمتی رو شکستان دیگه میره به سمت بالا. و اونا چی بکار میکنن؟ با استاپ میگذارن. یک اوردر میگذارن که اگر قیمت بالای از این هایا قرار گرفت پوزیشن از اونا باز شود. اونا چی کار میکنن اینجا؟ اوردر خود را میگذارن، استاپ خود را هم زیر ازی و از زیر ازی قرار میتن به این ذهنیت که دیگه قیمت میره به سمت بالا. و ببینین که بازار آمده لمتای بای از اینا را اوردرهایشان فعال کرده با استاپ ها را و دوباره قیمت ریزش کرده به سمت پایین و اینا را استاپشان رو تش کرده. پس چی از شکست های فیک. با شکست های فیک وارد پوزیشن میشن. این هم یکی از اشتباهات است که بین تریدرها رایج است. و اشتباه دیگری که بین تریدرها رایج است، باش که من اینا رو پاک بکنم. اشتباه دیگری که رایج است نادیده گرفتن روندها. مثلا اینجا ما یک روند نزولی داریم، بعد از چندین کندل سعودی، مخصوصا متاسفانه بعض اسمارت منی تریدرها هم اشتباه را مرتکب میشن به خاطر مد نظر نگرفتن قوانین اسمارت منی. پس اونا چی میکنن؟ آخرین کندل نزولی 50% قرار میتن، یعنی هرگاه قیمت آمد به 50% آخرین کندل نزولی ما وارد پوزیشن لانگ میشیم، در حالی که ببینین ساختار نزولی است. ساختار نزولی است مگر اینا وارد پوزیشن لانگ میشن. و اسمارت منی از اون قوانین داری، رقم نیست که هر کندل اوردر بلاک باشه. رو به عنوان کندل اوردر بلاک میشناسن، 50% ورود میزنن. و از اسمارت منی تریدر هم به اشتباه هم خیلی رایج است، این که ساختار رو مد نظر نمیگیرن. خب چه وقت روند عوض میشه؟ اینجا روند نزولی بود و اینجا یک سقف تشکیل داد، بعد قیمت آمد تیر شکستان، یک بریک آف استرکچر اتفاق افتاد. و اونا چی میکنن؟ با دیدن این کندلا وارد پوزیشن شورت میشن. اینجا دیگه ساختار تغییر کرد، از نزولی به سعودی تغییر کرد. یک بریک آف استرکچر شما در درس های آینده اینا رو هم شما میفهمین و میتونین که تشخیص بدین. و اکثریت تریدرها اشتباهی که تکرار میکنن، خب اینجا روند تغییر کرد، اینجا وارد شورت میشن با دیدن از این کندلا. مثلا میگن اینجا خب این آمدی کف شکستان دیگه میره بازار میریزه. یا مو رقم مثل گفته هایی که قبلا گفتیم
با شکست های فیک ورود میزنن. مثلا اینجا میگن این شکست خورد، اینجا یک سل استاپ میگذارن، وارد پوزیشن سل میشن، استاپ خود را هم بالای ازی قرار میتن با ذهنیت که دیگه میره بازار سمت پایین. اگرم ببینین که استاپ از اینا را هم زدن، از اینکه روند کلی رو مد نظر نمیگیرن و با شکست های فیک هم وارد پوزیشن میشن. اشتباه دیگر با این تریدرها مد نظر نگرفتن هایر تایم فریم. مثلا در تایم فریم 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، تحلیلشان هم در اون تایم فریم است، تاییدشان هم در اون تایم فریم است و ورود هم در اون تایم فریم کوچکتر میزنن. در حالی که مثلا اگر در 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای میری ورود میگیری، 4 ساعته رو ببینی که بیخی دیگه گپ است. باید همیشه هایر تایم فریم پوزیشن باز بکنین، تحلیل بکنین. مثلا اینجا یک مثال بتیم، من این قسمت را نشانی بکنم. میریم در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، چی گپ است در تایم فریم 15 دقیقه؟ خب در تایم فریم 15 دقیقه‌ای تحلیل میکنن، ورود میزنن، تاییدی میگیرن، تاییدی میگیرن، ورود میزنن. خب مثلا اینجا میگن ما یک روند نزولی داشتیم، یک کف بلندتر از کف قبلی زد و اینجا رو به عنوان سقف مد نظر میگیرن، میگن این والا بریک آف استرکچر تشکیل شدی، کف شکستانده شد دیگه. چیکار میکنن؟ این رو به عنوان اوردر بلاک مد نظر میگیرن و ورود میزنن. این اوردر بلاکشان میشه اینجا ورود میزنن، استاپ خود را هم زیر ازی لو و یا زیر ازی لو قرار میتن با امید ازی که دیگه قیمت میره به سمت بالا و ببینین که بازار استاپ از اینا رو زده و رفته به سمت. پس اشتباه در اینجا چی بوده؟ هایر تایم فریم، یک ساعته و روزانه را اصلا ندیدن. و حالا ما میریم در تایم فریم 4 ساعته دوباره ببینیم 4 ساعته چی گپ است. خب ببینین که 4 ساعته کاملا یک روند نزولی داریم. از این قسمت یک روند نزولی داریم. خب با کدام منطق اینجا ورود زدیم؟ میره پاک بکنم درست واضح معلوم بشه. خب اینجا ورود زده بودن، با کدام منطق؟ چی رو دیدی که ورود زدیم؟ یک چیز دیگر که شما مد نظر بگیرین وقتی که هایر تایم فریم نگاه بکنین، مخصوصا وقتی که روند نزولی و سعودی می باشه، اونجا ما یک روند نزولی داریم، باید در همون 4 ساعته و 1 ساعته شما تاییدی بگیرین، نه ای که در 5 دقیقه و 15 دقیقه تاییدی تانه بگیرین و خلاف روند، خلاف هایر تایم فریم پوزیشن باز کنین. مثلا اینجا ببینین آمده بازار لیکویدیتی ها رو جمع کردن. اینجا ما یک لیکویدیتی داشتیم، خب قیمت آمد لیکویدیتی ها رو جمع کردن، دوباره رفته به سمت بالا. خب میایم در 1 ساعته، اینجا یک سقف تشکیل داده. 1 ساعته میایم ببینین که بازار بعد از گرفتن لیکویدیتی رفته یک سقف تشکیل داده و دوباره آمده به سمت پایان و این سقف خود را شکستاند، بریک آف استرکچر اتفاق افتاده. و اونا چی کار میکنن؟ بعد از دیدن کندلا و البته اینجا ورود زده بودن، اونا که استاپشان خورد، ولی در حقیقت ورود اصلی را که شما بزنین اینجا ورود میزنین. یک سقف تشکیل شد، قیمت آمد پایانتر، دوباره رفت یک بریک آف استرکچر سقف شکستان و با برگشت به اوردر بلاک، اینجا ما اوردر بلاک داریم، با برگشت به اینجا باید یک لمت مگذاشته، نه اینجا. اینجا منطقی تر است، اینجا منطقی نبود. به خاطر چی؟ مشکل چی بود؟ که هایر تایم فریم رو نگاه نکرده بود. اگر هایر تایم فریم رو میدیدی، خب میدیدی که اینجا ما یک لیکویدیتی داشتیم، بازار هدفش همین لیکویدیتی بود، این لیکویدیتی ها رو جمع کرده بالا رفت به سمت بالا و اینجا منطقی بود بعد از شکست ساختار اینجا میتونستی که ورود بزنیم به سمت بالا.
خب این هم مشکل اکثریت تریدرها که هایر تایم فریم را نگاه نمیکنن و این باعث میشه که ضرر بکنن. و اشتباه دیگه بین تریدرها با احساسات خود وارد میشن، احساسات خود را کنترل نمیکنن، انتقام از بازار میگیرن. مثلا یک استاپ خورد، او والا ما خود ای استاپ اینا 10% سرمایه ما در ضرر رفت، ما باید از این بازار انتقام بگیرم، در دیگه پوزیشن حتما ما باید 10% ضرر بکشم. و اونا چی میکنن؟ احساساتی میشن و به خاطر انتقام گرفتن ورود میزنن و چیکار میکنن؟ مثلا اینکه او والا قیمت اینا چه کندلای میزنه، بیا که لانگش کنیم میره دیگه، از ضرر سابقا مبرای. مگرم ببینین قیمت دوباره آمده پایین، دوباره آمده پایین و اونا وارد ضرر شد. و انتقام از کجا به وجود می؟ انتقام با مد نظر نگرفتن مدیریت سرمایه به وجود می. مثلا یک تریدر فکر خود یک پوزیشن که صاحب خود 10% ضرر میکنه و خیلی یک سرمایه بزرگ از 10%، و شما در درسای آینده میخوانین که حد اکثر ضرر که تو باید در یک پوزیشن بکنی بالاتر از 2% نباشه، فقط 1 الی 2% باید ضرر بکنی. و انتقام بر اثر مد نظر نگرفتن مدیریت سرمایه به وجود میاد. این در درسای بعدی میخوانیم. و چرا اسمارت مانی همیشه برنده است؟ اسمارت مانی همیشه صبر داره، به منطق ورود نمیزنه. کسایی که با سبک اسمارت مانی ترید و همیشه دنبال نقدینگی ها می باشن، دنبال بریک آف استرکچر می باشن، شکست ساختار، دنبال اوردر بلاک ها می باشن، دنبال مارکت شف گپ ها می باشن. منطقی ورود میزنن، نه بی منطق. و اینم اشتباهات بود که تریدرها مرتکب می شدن و همین اشتباهات باعث می شد تا ای که اکثریت تریدرها ضرر بکنن. و اگر واقعا از این ویدیو خوشت آمد و چیز را یاد گرفتی و اگر ای که تو هم اشتباهات را تکرار کرده بودی، حتما در کامنت بنویس. و اگر میخوایی که اسمارت مانی رو یاد بگیری، ویدیوی بعدی ما هم در مورد لیکویدیتی ها، که لیکویدیتی چیست، در کجا اتفاق میفته و برای ما چی به درد میخوره لیکویدیتی. و اگر از این ویدیو خوشت آمد، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکن تا ای که آموزش های بعدی ما را از دست ندی. روز و وقت خوش داشته باشه.